This is for the record. History is written by the victor. History is filled with liars. If he lives and we die, his truth becomes written. سلام برای بنده مت ونیسیتی هستم و خوش اومدید به این ویدیو. نمیدونم از کجا شروع کنم. چه خبر؟ بعد 4 ماه تو این 4 ماه کلا دیماه بود، افتضاح دیماه بود با اون اختلالی که داشت و اختلال خیلی بدی هم بود. این فکر کنم مثلا تلفنم نمیتونستی بزنی، نه قشنگ رفته بودین تو عصر حجر. بعد 3 هفته هم اینترنت نداشتیم. بعدش ما به خاطر 40م 18-19 دی ماه مجبور شدیم ویدیو اصلا رکورد نکنیم، ولی یه دفعه تلزر اومد زد و باعث شد که 3 ماه اینترنت قطع بمونه. بعد حالا من تو اول جنگ اینطوری بودم که ایول زدن، شب دومش نزدیک خونمونو زدن. بعد اون وقت من اینطوری بودم که تقریبا میشه گفت آره 3 هفته من رو تخت بودم و انقدر حالا که پالایشگاه نفت تهران زدن، انقدر هوا خیلی بد بود، سیاست فکر کردم آخر زمان شده. حالا فکر کنم مثلا بعد 3 هفته مثلا حدود ادماه مثلا میخواستید برگردی به زندگیت که یکی از خانوادت ووندد ان اکشن شده. سر همین قضیه ما رو مجبور کردم بریم هتل. بعد تو اون هتلی که رفتم بود، همه چیز بودن، طرفدار نظام بودن. فکر کنم غیر نظامی ها یه چیزم زده. بعدم من آتش بس که شد، من فکر کردم اصلا اینا دیگه باز نمیکنن چیزو، اینترنتو، چون فکر کردم آتش بس باز میشه، دیدم باز نشد. من گفتم دیگه هیچی دیگه، کورش ویلکام تو نورث کوریا این ایران. آره، ولی به عقلشون نیست چیز کنن. الانم خبر توافق اومده، توافق آمریکا و ایران. هرچند خیلی ها میگن مثلا این توافق یه تله است که هوکرز anyway. آره خلاصه بگم که آره تو این 3 ماه همه چیز زهرماری شد. من فکر کنم فعالیت همو ادامه میدم اگه دوباره نزنن. به هر حال مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. اینا بگم که من پاپی پلی تایم 5 رو من ضبط کردم، ولی اینکه چجوری ادیتش کنم خودم واسم سواله. مثلا با این سیستمی که انگار به نظر میاد اصلا مخصوص ادیت نیست.